ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية که گفته ابن تیمیه این که کنیش ابوالعباس نامش احمد، ابوالعباس احمد، لقبش تقی الدین، احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن عبدالله ابن خضر ابن محمد ابن خضر ابن علی الحرانی الدمشقی. که به دست نامش احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن عبدالله ابن خضر ابن محمد ابن خضر ابن علی الحرانی الدمشقی. نه اما لقبش یعنی برای چی نسبت ابن تیمیه به داده میشد؟ شاگردش ابن عبدالهادی المقدسی رحمه الله مختصر طبقات اهل حدیث به میگوید که دو وجه میبیاره. یکم وجهش میگوید یعنی حاضر محمد ابن خضر، محمد ابن خضر این چند موموش میشد احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن عبدالله ابن خضر ابن محمد، هم محمد اندام میگه محمد ابن خضر ابن علی. یکم وجه هنده میگن که محمد ابن خضر رحمه الله وقتی که حج میکرد، وقتی که حج رفته استاده بود، اویلش حرام به چه حالت حاملند ترک کرد. وقتی که حج برآمد اویلش چه بود؟ حامله دار بود، زنش حامله دار بود یعنی زوجش. وقتی که حج میرد برای از دمشق اهل شام یعنی راهشون برای چی میرن یعنی به چی کجا میگن منطقه ای که نامش تیما گفتگی زمینه، نام چیش تیما میگن. هم وقتی که تیما با اومد تیما به دم میگرفتن، همجا میبیند که از یک خیمه چی یک دختر مایده میبراید یعنی دختر خردسال میبراید یعنی این دختر اگجا از تیما، تیما یعنی چی میشد یعنی تیمیه میشد یعنی همین چیز یادش میموند یعنی. وقتی که گشته از حج برگشته میبیاید میبیند که چه زنش دختر تولد کرده است، میگوید که چی میگوید یعنی نامش تیمیه میشد میگوید یعنی تیمیه میشد. انا تیمیه که میشد کنه این تیمیه مادری خضر میشد، مادری که میشد یعنی مادری که میشد یعنی مادری خضر میشد. و خضر پدری که عبدالله و عبدالله پدری عبدالسلام، عبدالسلام پدری عبدالحلیم و عبدالحلیم پدری احمد. نمیخوام ببرم فهمید؟ دویم وجه عنده ابن عبدالهادی با میگه قیل هم محمد ابن خضر مادرش نامش تیمیه بود، خودش مادری که محمد یعنی زنی که میشد یعنی زنی خضر ابن علی زنش مادر محمد که بود نامش تیمیه بود. و این زن به چی مشهور بود یعنی با تقوا، با ورع، به همین چیزا مثلا یعنی موعظه و خیلی چیزا مشهور بود یعنی. از همین روز عبارتن یعنی چی شد یعنی اینا به یعنی چی گفتن یعنی ابن تیمیه گفتم خیلی لقب دادن یعنی. فهمیدید؟ همین سبب ابن تیمیه نامیدن همین چیز بود یعنی. فهمیدید؟ یعنی علی کل این که بمیگرد نه خودش نامش تیمیه بدهی، زن داخل نه، زن نامش تیمیه بدهی. نه که همین خیلی مثلا چی شده که این لقب همانده بدهی که این چیز همز اصرانده یعنی لقب گذاشتن عادت بدهی یعنی. همین چی بود است یعنی این سبب تسمیه‌شون به ابن تیمیه. لقب یعنی هر یک عالم به لقب میگذاشتن، مثل تقی الدین، شمس الدین مثلا نه این چیز یعنی همین خیلی اصرانده چیز پیدا شده بود یعنی. نعم. و مثل خودش تقی الدین، پدرش بابویش مثلا مجد الدین مثلا نه مجد الدین ابوالبرکات مثلا یعنی صاحب کتاب منتقا یعنی عموما عائله ابن تیمیه معروف به چی بدگی یعنی با تدین و با علم مشهور بدگی یعنی. با چی مشهور بدگی یعنی با تدین و چی بدگی یعنی با یعنی پدرش بابویش همه اهل عائلهش با چی با علم و با تدین مشهور و معروف بدگی. شیخ الاسلام تیمیه اولاداش یعنی. فهمدید؟ هم به وقتی که شیخ الاسلام دیگه جنده تولدش گفتیم یعنی ماه ربیع الاول دهم یا که 12 ربیع الاول سال 661 هجری در منطقه حران شام تولد می شود. سال چند؟ 661 671 671 چی دیگه؟
قرطبی وفات کردگی 661 انده که میشد، یعنی 61 ماه ربیع الاول انده ابن تیمیه تولد میشد. وقتی که 5 سال میشد یعنی 666 انده چی میشد، یعنی منطقه حرام به تتار یعنی دویم مثلا حمله شد، دویم حمله تتار چون چه هجوم میکنن از تتار غارتش و فسق و اجرام و فجورش ترسیده، پدر ابن تیمیه یعنی شیخ عبدالحلیم ابن تیمیه گرفته که جا به دمشق به هجرت میکنن. اینا دمشق چی میکنن، یعنی هجرت میکنن. حتی میگن خیلی سراسیمه میگه ابن عبدالهادی میگه سراسیمه میگن که میگه عجلات، یعنی از همین حران یعنی این قریب چند صد کیلومتر، یعنی همینجا میگه اصل نداشته بودم میگه، یعنی با چی میگم عجلات یعنی عربه به همین مونده میگه کتابویا همین که از همین حران تا دمشق چی هجرت کرده اومدن رحمهم الله. فهمید از چه از غزو تتار ترسیده. و ابن تیمیه رحمه الله وقتی که دمشق اومد این وقتنده دمشق چه بود، یعنی مرکزی، یعنی چه بود، یعنی تطویر، مرکز ازدهار علمی بود، ازدهار علمی، یعنی علم پیشرفتش تمام اهل حدیث اهل علما همش که جنده بودن، یعنی چی مثلا یعنی محدثا فقها مثلا نحویا همه که جا به جمع شده بودن دمشق. و این یک چیز خیر بود برای که برای احمد، برای یعنی ابوالعباس احمد این چی بود، یک خیر بود. انا آدمی روز عبارته چی میشد، یعنی طلب علم به یعنی چی میشد، یعنی مولع میشد، یعنی با طلب علم مشغول میشد، محتم میشد. و همین که یعنی وقتی که حتی 19 ساله میشود، هم 19 ساله میشود یعنی استادهاش به چی میدادن، یعنی اجازه داده بودن که یعنی درس داده میتونه، تحت اجازه داده بودن، یعنی چی میتونه، یعنی اجازه میتونه. و امروی پدرش حج میکنه، انا خیلی با طلب علم چی میشد، یعنی امام رحمه الله مشغول میشد. یعنی زودتر گذشته چی میشه که از اهل علم میشد خودش رحمت الله علیه، که چی میشد یعنی از اهل علم میشد. و علمش مثلا این چیز معروف، یعنی حتی مثلا همین خصوم یعنی چیزی، یعنی الصدیق و العدو، دوست دشمن شهادت داد. که یعنی ابن تیمیه رحمه الله وقتی که تفسیر گپ میزد میگفتید که هذا لا يعلم الا تفسیره. وقتی که تفسیر گپ زدن میگفتید که این حیاتش به تفسیر خونی گذشته بود، غیر از تفسیر دیگه چیز نمیدونه. وقتی که حدیث گپ میزد میگفتید که یعنی این چی محدث. درباره نحو گپ میزد یعنی چی بود، یعنی این نحوی میگفتید. از همه مثلا فنها چی شد، یعنی خبردار شد رحمه الله. حتی مثلا که ها بیان مذاهب ها به حتی نقولات، یعنی مقاله های اهل بدع، مقاله های چیزای مثل همین ابن مخلوف مثلا همین که ها قاضی البکری همینا خداشون اینا اهل بدع، یعنی اشاعره ماتوریده ها میگفتن که خداشون اقرار کرد، میگفتن که ما میگفتن فرزندامو هم مجلس هایی که میشد مجلس های ابن تیمیه بمیواریم، برای که شیخ الاسلام ابن تیمیه اول چی میکند مقاله های اهل بدع نقل کرده سنی رد میکرده یابه. وقتی که مقاله های اهل بدع یعنی معتزله و اشاعره های نقل میکند، یعنی اینا می نویسن یعنی از ابن تیمیه، یعنی مقاله های نقیداشون که این چیز اینا خودشون بی خبرن این چیزا، یعنی وقتی که ابن تیمیه گفته میشه دکون جواب میگذارد سونه گرفته فرزنده گرفته میبرن اینجا. فهمیدید؟ یعنی اومده از یعنی اصل مذهبی، اصل همین مذهب فرق به ابن تیمیه از اصحاب فرق خودش چطور بود، یعنی اعلمتر و عالمتر بود، یعنی مسئله بود. فهمیدید؟ اهل بدع مثلا چی میکنن خودشون مثلا چی میکنن، یعنی نزد ابن تیمیه بعد این چیزا بی خبر چی داشته چی با خبر میشدن، یعنی رحمت الله علیه. یعنی دیدید یعنی چی خیلی بدین آدم مثلا درباره مثلا چه چیزی چی بود، یعنی وقتی که القاضی شمس الدین الشافعی تلفنش داد، قاضی الدین القاضی الشافعی شمس الدین قاضی مثلا شام مصر بود، یعنی این آدم وقتی که چی میکرد، یعنی وقتی که میگفتن که یعنی برای چی با ابن تیمیه مناقشه نمیکنه، گفتن میگفت که کیف مناقشه و هو اعلم بمذهب الشافعی منی. یعنی من چیکار میکنم میگفت، یعنی وقتی که مقاله های شافعی میبرن میگم من تمام این چیزا بی خبرم، یعنی فهمیدید؟ یعنی اول مثلا فهمیدید، یعنی یعنی ما برای این چیزا وارن، یعنی این یک حکایه افسانه نه، یک این عبرت منهج میشه اهل سنت. بعضی چی میگفت، یعنی میگن ابن تیمیه مناقشه میکرد، یعنی تو هم اگر ابن تیمیه با من خیلی مثلا عالم شوی، تو اصلا عقیده خودت نمیدونی، تو اصلا عقیده خودت نمیدونی، اصلا عقیده خودت نمیدونی، چه خیلی با اهل بدع رفته مثلا مناقشه میکنی. یا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یعنی این عقیده اهل سنت مثلا چی کرده، یعنی ادراک کرده، یعنی وقتی که حال بلاغت به نون رسید مصححین و مسند امام احمد 3 بار خونده بر اومد رحمه الله.
ها اخواد مناقشه میکنن مسند احمد گفت یعنی این ها نمیدونم خبرش نیست مسندش چی گفته گفت یعنی ها یعنی این عنوان چناکت بلاغت به نورسید مسند امام احمد و صحیحین 3 بار خونده بر اومد رحمت الله علیه یعنی ها چه خیلی سونه از عقیده اهل سنت این چی بود یعنی نزد مثلا وقتشان بدگی نزد یعنی شمس الدين الذهبي رحمه الله وكذلك هم تلميذش ابن عبد الهادي میگوید که یعنی میگوید شیخ خوش میگوید یعنی شیخایی که نزدش تعلیم گرفت زودتر از 200 نفر شیخ بود یعنی از زودتر از 200 نفر شیخ چه تعلیم میگیرد رحمت الله علیه زودتر از 200 شیخ یعنی این کجا ویایی که مثلا میگن که چرا ابن تیمیه شیخ نداشت یعنی ابن تیمیه چی میکرد یعنی از کجا مثلا میگرفته علم از کجا کسیت میگرفت از کجا میگرفت یعنی از کجا میگرفت یعنی 200 شیخ داشت یعنی زایتر چی داشت یعنی همیشه بچه با تعداد با اسماش با نسباش کتی ابن عبدالهادی رحمه الله ذکر میکنه شیخ ابن تیمیه 200 نفر زایتر چه بلکه از که بود یعنی عائله علما گفتیم یعنی خیلی یعنی پدرش گفتیم واشان چه بود قاضی بود و بابایش مثلا گفتیم صاحب منتقایی که مثلا نیل الاوطار شوکان نیل الاوطار مثلا شرح میکنن مثلا یعنی اهل علم مثلا بود یعنی این مثلا فهمیدید هم یعنی ابن تیمیه رحمه الله و جانبی علمی و نکته دیگه جهاد جانبا به باب امر معروف و نهی منکر و این چنین باب جهاد به وقت چند یعنی چیزی شده بود یعنی وقتی که تتار ابواب دروازه‌های دمشق و نزدیک شد هجوم کرد یعنی اهل دمشق خودشون مقاومه کرده نمیتونن اینا کتی خودشون مثلا مقاومه کرده نمیتونن ضد تتار مقاومه کرده نمیتونستن سونه که ابن تیمیه رحمه الله با وقت دمشق نزدیک می بیاید یعنی سلطان ظاهری قلاوون به نزدیک مصر می بیاید یعنی چی بود یعنی سلطان مثلا بدقهر و مثلا خیلی چی بود ناترسی جرأت کرده میگوید که سلطان به میگوید که حاضر میگوید وقتی چی حاجت اهل دمشق تو به میگوید حاضر اگر تو اومده اهل دمشق به یردم تی نصرت تی حالا وقتی سختینده وقتی تنجیده دمشق تو ادان خود کرده گرفته میتونی اگر راضی نشده میگوید غیر تو دیگه کس دمشق میگیره سنده من قول تاثیر میکنه تو سلطان قلاوون رحمه الله لشکر میفرستاد اومده سونه هم جنده چی میشه یعنی غزوه معروف ابواب دمشق غزوه معروفه که غزوه شهبا میگن هم جنده چی شد یعنی شیخ الاسلام خودش اشتراک کرد یعنی چی شد یعنی اهل اسلام نصرت کردن برای تتر به هم تتر یعنی چیکار کردن یعنی تتر جیش تتر شکست خورد در جیش تتر چی شد یعنی شکست خورد تعقیب نشینی کرده میننده همین ابن تیمیه رحمه الله همین یعنی فتوا داده بود ماه رمضان بود یعنی وقت ماه رمضان بود همین فتوا داده بود که جواز فطر بیان جواز افطار به مثلا یعنی مجاهدا میتون چیه روزه چیکار کنن یعنی قرآن مثلا خیلی که فتح مکه ده رسول صلی الله علیه و سلم اجازه داده بود یعنی بخیر شیخ الاسلام اجازه میداد جیش به فتوا میداد همین وقتی که سلطان وقتی که مثلا اخیرگی معرکه ده چیه برداشته لشکر برداشته یا خالد ابن ولید میگفت شیخ الاسلام نزدیش به همین حالت و حالت معرکه جنگ اند گفتن میگه یا سلطان اعز الله سلطانه لا تقول یا خالد ابن ولید بل قل یا رب خالد ابن ولید یعنی خالد ابن ولید مدد گرفت یعنی ابن تیمیه اومده میگه که اینطور نگو که رب خالد ابن ولید از رب خالد ابن ولید مدد طلب خالد ابن ولید تو به هیچ مدد داده نمیتونه لیکن تو به کی مدد میتیاد رب یعنی قل یا رب خالد ابن ولید میگه میخواد چون بعد از همین حتی یعنی با وفد تشکیل کرده اهل شام یعنی اهل علما ها زایتر از 10 نفر اهل علم و اهل مثلا معرفه جواب میروان یعنی قعر دور تتر بمیرن قزان بمیروان یعنی امننده که میره شیخ الاسلام تیمیه میرد یعنی ابن تیمیه میره قزان به قزان یعنی اینا چی بود یعنی مرکزشون بود مرکزشون یعنی مرکز خانگری قزان میگن که نه همجا ابن تیمیه رحمه الله میبیاد هم وفد کتی امروی جماعت میبیاد همیننده ابن کثیر رحمه الله از زمین وقتی که بود از همینا نقل کرده میگه که خداشون گفتن که میگه که یعنی ما اونجا به یعنی چی یگان کس جرأت کرده نتونست نزد سلطان تترنده گپ زدن و الا که تقی الدین رحمه الله برآمده گفت که و یا گفت که شماها گفت شماهای اجداداتون اولاکو همینایی که مجوس بودند و اسلام دعوا نمیکردند و اینها چیکار کردن یعنی و اینها گفته بودند که ما اهل شام و اهل همین چی به هجوم میکنیم گفته یعنی لیکن با وجود همین کار نکردن چون شما دعوای اسلام میکنید چون وعده داده بودید که ما دولت‌های اسلامی به هجوم نمیکنیم غارت نمیکنیم لیکن این کار کردید
گفته همین چی میکنن نزد همین سلطان تترنده همین چیزا بیان میکنه شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله بیان میکنه همین چیزا. و انا میخوام مثلا چه با این چونین یعنی وقتی که همین سلطان قلاوون ابن قلاوون رحمه الله وقتی که مصر به شیخ الاسلام دعوت میکنه میگود که میخواد چی میگود یعنی همین وقتنده بین قلاوون و بین بعض علماهای یعنی شافعی و مالکی هایی که اینا خصوم ابن تیمیه بودن چی میشد یعنی تفاهم میشد یعنی بین یکدیگرش چی میشد یعنی دهشه مثلا نافهمی میشد یعنی و اینا همش که بود یعنی از اهل اشاعره هم بودن یعنی خصوم های دشمنای ابن تیمیه بودن. سون سلطان چی میکنه ابن تیمیه میگود یعنی چی میکنه یعنی ببینید که ابن تیمیه دشمنی وای ها میبیاد چی میگرد فتوا گرفتنی میشن میگه که میدونه میگود ابن تیمیه و ابو عباس میگود وای ها زید تو چقدر معامله ها کردن چقدر اومده مثلا خون تو حلال کردن عرض تو حلال کردن چقدر من طلب کردن که من تو که چیکار کنم یعنی کشم. حاضر میگود یعنی چی تو قول اگر فتوا تی من هم منو چی میکنم یعنی نیست میکنم. گفته که همیننده بالعکس ابن تیمیه رحمه الله چه گفت یعنی نه فقط که این چیز بلکه اوایو دفاع کرد گفت که اگر گفت این تقتل هؤلاء گفت هؤلاء العلماء گفت همین اگر جمع ای دشمنان ابن تیمیه بودن میگفت که لن تجد بعدهم امثالهم مثل وای ها علم های دیگه گفتن میتونه این کارو نکن گفت بلکه وای ها بخش گفت وای ها چیکن عذر کن. هم بل قاضی مالکی ابن مخلوف میگفت که عجبا لامر ابن تیمیه عجبا لامر ابن تیمیه میگفت كم ما قدرنا عليه ولكن كم سعينا میگفت ان كم سعينا میگفت لكننا لم نقدر عليه وهو قدر علينا ولكن صفح عنا وعفا میگفت یعنی ما همین قدر قادر نشدیم یعنی سلطان به گپامون نگذاشت لیکن چی قدر خواستیم که ابن تیمیه نابود کنیم. ابن تیمیه قادر شد میگفت خلاص سلطان قولش میگرفتگی شد لیکن وای چیکار کرد ما میگفت ما بخشیده ما عفو کرد ما چیکار کرد میگفت یعنی ما بخشیده ما عفو کرد. کجا یعنی آدم متشدد میگه بعد از این چیزا کجا این آدم میگه که این آدم اومده اسلام پراکنده کرد اسلام چیکار کرد یعنی اسلام پراکنده کرد اسلام فتنه انداخت کجا این آدم یعنی بالعکس که همین قدر همین علماهایی که بودن زمانشان همین از مثلا مالکی و حنبلی و شافعی و حنفیایی که چقدر ضد خداشون به زبونشون اقرار کردن که گفتن که ما چقدر خواستیم که ابن تیمیه بکشیم لیکن وقتی که سلطان ضد اینا شد بالعکس چی برای اینا شفاعت کرد ابن تیمیه که اینا به چی دست نرساند از اینا عفو کرد اینا بلکه نه فقط خودش عفو کرد بلکه شفاعت کرد نزد سلطان قلاووننده که یعنی اینا به چی با یگون ضرر نرساند گفت عفو کرد از اینا یعنی شفاعت کرد برای اینها که بود یعنی این شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه. ولكن همین چیز من نگشته چقدر بهتان ها کرد لیکن ان الله يدافع عن الذين امنوا الله سبحانه و تعالی از مؤمن ها چه دائم دفاع میکنه دائم از مؤمن ها چه میکنه یعنی دفاع میکنه. اما یکی از مثلا افتراءاتشون که الله تعالی خداشون خار کرد خداشون شرمنده کرد مثل قول ابن بطوطه ابن بطوطه رحله شنده میگه که وقتی که من شام با اومدم میگه همین سالی که وقتی که شام با اومد دمشق اومد میگه ابن تیمیه دیدم که میگه بالای مسجدن بالای منبرند خطبه کرد خطبه جمعه حدیث نزول گفت که الله سبحانه و تعالی ثلث الليل اخیرنده از منبر از آسمان چه آسمان دنیا به فرو میاد چخیلی که من فرو اومده استادم گفتم منبر فرو اومد میاد باشه یعنی پس مونده یعنی دروغ یعنی چی گفته سازت ابن تیمیه چی بده یعنی مکیف و ممثل بوده گفته یعنی و یکمش این که ابن تیمیه حیات چند بالای منبر به نبر اومدگی وای به مسجد برا نبود اصلا منبر هم ندادند وای به محراب هم وای به ندادند. دویمش که سالی که ابن تیمیه اومده بود وای سالنده ابن تیمیه قلعه مسجون بود محبوس بود یعنی حبسنده زنداننده بود این دروغ مثلا چی بود افترا بود مثلا انا میخوام جد مثلا چقدر افتراها کردن لیکن حق چی میموند یعنی حق میموند رحمت الله علیه هم به یعنی تیمیه حق بیان میکرد و ابن تیمیه رحمه الله ماه 20 ذوالقعده 728 هجری وفات کرد 728 سجن قلعه دمشق قلعه از سوق حمیدیه صاحب اموی ها مسجد اموی یعنی شرق اموی ده چه قلعه های تو حاضر این قلعه وجود داره دمشق سوق حمیدیه میگن همین قلعه یعنی سجن بود حبس بود زندان بود همین جنده حبسنده چی شد وفات کرد رحمت الله علیه همین جنده وفات کرد
و جنازش به شیخ ابن عبدالهادی و ذهبی میگفت تا 200,000 آدم برآمد، یعنی حالا که خبر ندادن ابن تیمیه وفاتش، یعنی خواستن که خیر خداشون رفته دفع کنه. یک وقت میبینن که تمام دمشق چه تمام شام برآمد از کوچه‌های دمشق، یعنی تا 200,000 آدم جنازش به چی شد، یعنی جمع شد رحمت الله علیه. تا 200,000 چی شد، یعنی جمع شد. این که بود یعنی مؤلف کتاب الواسطیه.